آموزگاری آموزگاران، انسان صمیمی و زمینی محبت فاضل و سینش نزدیک به 90 می رسد و تمام حیات خود را به تربیه نسل نورز بخشیده است. بله، او به خوبی درک نموده که تربیه کردن و به کمال رسانیدن نسل جوان و آینده ساز، دانشمند و سزاوار دور و زمان رکنی از رسالت آموزگار است. این صفت‌ها را می‌توان در سیمای این آموزگاری پرتجربه برملا احساس نمود. ضمن صحبت سراول از ایام مکتبخانه خود و شرایط‌های موجوده آن زمان یادرس شد. می‌خواستم که به مکتب روم، صنف تاجیکی نبود. من 2 سال به مکتب نرفتم. 9 ساله شده بعد به صنف 1 رفتم. در اون وقت صنف‌های کامپلکتی بود. با کدام معنا که در یک صنف در قطار یکم صنف 1 میشیشت، در قطار دوم طلبه های صنف 2 میشیشتند. یک معلم درس میداد. اول صنف 1 به درس میداد، بعد بایها که نوشتن کمتر یاد گرفتن و حرفای میشناختن تکرار کرده میشتن، بعد صنف 2 به درس میدادن. صنف 2 همین خیلی نوبت کردی در 1 ساعت 2 صنف به درس میگذاشتن. صنف 3 و 4 هم همین خیلی بود. در یک قطار خوانندگان صنف 3 در قطار دوم خوانندگان صنف 4 می نشستند. باز یک معلم درس میداد. وقتی که ما در صنف 3 و 4 می خواندیم، بعد از درس ما رو به پخته‌چینی می بردن. ما بعد از درس پخته می چیندیم. بعد بیگانه خانه می آمدیم درس تیار می کردیم. وقتی که هوا خنک شد، علاقه پخته های چینده شدگی بودن قلقاشیان، لیکن کورک های پخته ماندگی بود، ناشکفته. به هر یک خاندان همون کورک های ناشکفته می دادن که در گرد صندلی مانده در گرمی کنترشکا پختش چینده به دولت سپارن. ما همین کارها رو می کردیم، لیکن درس هم می خوندیم. عجایبش همین که در صنف‌های پایانی ما با درس حسن خط بود. درس حسن خط بیرون از این اریتمتیک و خوانش و اینها حسن خط می‌بینیم. برای چی که حسن خط خوش شود گفته 1 ساعت حسن خط برای همین همه بچه‌ها همون وقت با مهون کم خوندن، لیکن حسن خطی همه بچه‌ها زیبا بود. از خردسالی والدین در سیمای محبت خردسال شخصی دانشمند و فاضل و کنجکاو را می‌دیدند. انا همین دیدی مبارک پدر او را تا به دانشگاه آورد. سال 52 من صنف 5 بودم. الکی صنف 52 پدرم به شهر نو کار آمدن. همونجا تعیین کردن. هر چند سال به های هر کجا تعیین میکردن. آخرین اول قرغن‌تپه کار میکردن، بعد نوحه وخش بود، بعد از نوحه وخش شهر نو آمدیم. شهر نو آمدیم که الکی سال 52 تینجی امانی سیری پوری من مکتب استروفسکی نمره 1 به نام استروفسکی نمره 1 رو ختم نمودم. خیلی باباهای خوب الان مکتب رو تمام کردیم. من خیلی دانشگاه عالی و من دانشگاه ملی میگن داخل شدیم، فاکولته فیزمات. بعد از تمام کردن مکتب من سال 66 به مکتب 35 راحت گرفتم برای کار کردن. من همین رو گفتن که در همون خیلی شرایط ها ما خواندیم. حاضر من افتخار میکنم مکتبای زمانوی حاضره که همه شرایط ها برای خوانندگان، برای پدر و مادران مهیا است. همه شرایط ها، کامپیوتر ها هست، کابینت های تجهیزانیده شده هست. همه درس ها در کابینت، ما کابینت چیز نمیدانستیم. همون وقت کابینت ها همه شرایط مهیا کردگی. پرزیدنتمون در ساحه معارف بسیار غمخواری میکنن که خوانندگان ما خوب خوانند.
بعد از ختم دانشگاه به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به کار می آید و تا به نفقه برآمدن در این مؤسسه تعلیمی همچون آموزگار فن گیومتری و متماتیک فعالیت می کند. میگوید شاگردانم در آموزش فن متماتیک فعال ایجادکار بودند. سالهای طولانی شاگردانش در المپیادهای ناحیوی شهری اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نمودند. مربی یا خود آموزگار همان وقت محبوبیت در بین شاگردان خود پیدا می کند که وی با دانش و مهارت و ملکه ایجادی خودش دقت خواننده را به خود جلب کرده می تواند. معلم نهایت جدی، سرطلب، ولی از همه اساسش کسب خودشان را به حد دوست می دارند. فن انتخاب کرده خود را دوست می دارند. هرچند که معلم از فن متماتیک درس دهند هم، ولی در وقتی درس ها برای شوق و رغبت خواننده را بیدار کردن از پارچه های شعری، از قصه های خرد نقل ها یا خود همون پارچه شعری را برای به خاطر خواننده رسانیده، مانده شوی و خسته شوی خواننده را دور می کردن. محبوبیت معلم انا در همون وقت حس کرده می شود، چون که هم بستگی فنها، فن متماتیک با فنهای دیگر علاقمندی، البته من در نظر دارم علاقمندی فنها را با فنهای دیگر خواننده را هم ذوقش را بیدار می کند. معلم رهبر اتحاد متدی فن متماتیک بودند و اون کس ما را با شرط و شرایط مکتب با نقشه و چاره‌بینی های اتحاد متدی شناس کردند و فهماندند که چگونه مسئولیت های اتحاد متدی گذرانده می شود، چگونه موضوع های متدی تیار کرده می شود، چگونه هفته های متماتیکی گذرانیده می شود، چگونه شاگردان را در المپیاده ها تیار نمودند در کار، گزیته های متماتیکی چگونه برآورده می شود و ها کذاها. بسیار صحبت های پرمضمون کردند و مصلحت دادند که باید هر یک آموزگار برای با گرداندن تجربه خودش و باید در درس های معلمان همیشه اشتراک کند، همیشه از آنها آموزد و همیشه در جستجوی کسب خود باشد. اکنون ما در مکتب و خوانندگان رو همچون کودک خود تربیت میکنیم، ارقه میکنیم، دوست میداریم، نوازش میکنیم. در مکتب اولی خیلی لکسیه میخونن، میرن به همین روزی دیگر. اگر از شاگردایی که من تمام کنندم از گنرال سال کرده تا مدیر جمهوری میباشد. خوش عمر خوش دولتی که تا به امروز آبرو از دست نرود. برای همین معلم همچون معلمه مثلا پرکار و فعال و من خودتون شاهدی آن هستید که تا به امروز میخواهد که از جامعه خفا نماند. من بینید حاضر جمعیت بینید چقدر پیشرفته است. تاجیکستان ما همچون دولت مستقل، من بینید سایه استقلال، همچون دولت آزاد، من برای ما معلمان تمام شرایط ها رو فراهم آورده است که مقصد اساسی این معلم این پیش از همه همین کادر رهبری کننده و تیار میکند. من بینید برای همین یگان کس از نزد معلم ناگذشته نمیماند. شاعر هم معلم تعلیم داده است، حافظ رو هم معلم تعلیم داده است، راهبر رو هم معلم تعلیم داده است. آموزگاری پیشه پرزحمت است. رسالت آموزگار تربیت انسانی کامل بوده در نهاد شاگرد بیدار نمودن بهترین فضیلت‌های انسانی است که طریق تعلیم هدفرس میتوان به آن نائل گشت. محبت فاضل و از زمره آموزگاران است که با زحمت بیش از 60 ساله معلمی آبرو و نام نکو یافته است. او ابراز می‌دارد که در این کسب مهم دوست داشتن پیشه است. مکتب این اقیانوس بیکنار می باشد.
معلم از این اقیانوس گوهر قیمتبهاро به دست می آورد. این گوهر قیمتبها همین فرزندای ما. برای چه قیمتبها؟ وای قیمتبها با معلم با وای دانش می‌دهد. دست چپش از روز فرق کردن یاد می‌دهد. گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک، همین خیلی خصلت‌ها رو وطن دوستی، در روحی وطن دوستی، مهربانی، عزت و حرمت کلانسالان، عزت و حرمت پدر و مادران، همین در همین روحیه ما تربیه میکنیم. بچه همین تربیه رو از مکتب گیرد و تا آخر میرود. لیکن از اول که نگیرد همین تربیه تا آخر و اصلاح کردنش مشکل است. بیهوده نگفتن گر باغ بود باغبان معلم، گر زر بود زرگر معلم، گر بحر بود گوهر معلم، گر داستان بود کتاب معلم. معلم برای عملی گرداندن مقصد خود همیشه سر طلب بودند و همه وقت برای برای بلند برداشتن مهارت کسبی خود، برای مهارت بلند برداشتن مهارت فنی خود کوشش‌های زیاد می‌کردند. خود از اصول‌های و متدهای گوناگون استفاده می‌بردند و درس‌های معلم همه وقت ثمرناک، همه وقت گوناگون جبهه بود که یک درس معلم از درس دیگر همه وقت فرق داشت. در طولی که با ما درس می‌آموختند، با ما همکاری می‌کردند، با ما مثل هم مادر غمخوار بودند، هم مثل معلم مهربان بودند، هم مثل بیبی یک تربیتگری خوب. وقتی ما درس‌های معلم می‌گذشت، ما مثل یک عائله بر این درگیر یک دسترخوان گویا جمع آمدن هم صحبت شده ایستادیم. از معلم ما بسیار چیزا رو آموختیم، هم طرز گفتار، طرز زندگی، طرز رفتار. در حق معلم چقدر که سخن گوییم کم است. میگویند چون که شاعر بزرگوار حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. همه شاگرد نقض است. مثل آلوچی نقض گفته جدا کنید، سستان گفته جدا کنید، دوخون گفته جدا کنید. شاگرد دلش از شما خنک می شود. وقتی که مکتب کار میکنید شما با زبان کودک گپ زدنتون در کار. یعنی سیت طلبه به زبان خودش وای با گپ زدن در کار کی و یا شما فهمد و یا شما به مهر بندد. بعضا جنگ هم میکنید کمتر سخت میرسید با دلتون میسوزد. چون که زن مادر است. مادر فرزندش جنگ کند فرزند خودش دلش میسوزد. مادر طلبش هم جنگ کند دلش میسوزد. بعد با میرفتم سرکش سیلا میکردم میگن خفه نشو تو این خیل نکن من و این خیل رفتار کردن در کار گفته میگفتم دوست دارید شما دوست میدارن. بعد معامله کنید همین خیل شما با جواب میگردانند. خو زن باشد خو مرد. لیکن در حیات شدگی که مرد کرد بسیار دغلانه کنن پسرها تا زنازانی میروند. بود یک بار مکتب میخیر نمی سخن مرد سخت میرسد کودک با از زن این خیل سخت معامله نمی کند. اگر شما دل صاف کتی درستان گذارانید بچه تمام سیری هم خانش هم سیری خودش دلش معلمش و راهبری صنفش میکشاید. خانه به رفته نمیکشاید سیری خودشه. گرچند که معلمای فن ریاضی بودن حرکت میکردن که ما در همه سمت یک خیل رفتار کنیم یک خیل بیاموزیم. بعضی حالتهای میشد که درس میشدیم هم صحبت میشدیم ما که خیلی جوان بودیم یاش بودیم از ما معلم میپرسیدن کی شدن میخواهد. هر کس فکر و عقیده خودش میگفت. لیکن از ما از خوردی میگفتیم که ما کارگری برق میشویم. انجینیر روح انسان، مهندس روح انسان میگوید معلم را.
مهندسی روح انسان است. معلم تمام قوه انرژی خود را فقط به مکتب، به خوانندگان، به شاگردانش می‌دهد. دریغ نمی‌دارد. اگر من گویم که در هر قطره خون معلم، در هر یک تار معلم این محبت نسبت به طلبه، نسبت به خواننده‌اش گویم، اگر من خطا نمی‌کنم. میدونید همه وقت کی گوجا نشد، چی گوجا به داخل نشد، مکتب اول میرد، معلومات عالی میگیرد، حمایه میکنند، کاندیدات میشوند، لیکن همین علما دسنت و پروفسورها معلمی اولین خود را یادآوری میکنند. معلمی اولین خود را یادآوری میکنند، هیچ وقت فراموش نمیکنند. تابش زندگی بار دیگر ثابت ساخت که دولت معلم تربیت شاگردان است. او از پیشرفت و کامیابی ایشان افتخار میکند. خوشبختانه در مشکل ترین دوران روزگاری ما آموزگاران همیشه در خدمت خلق و وطن قرار داشتند. شاگردانش فارغ از کار انیقترش روزهای استراحتی میکشند لحظه در صحبت این زن برنادل، همکس و مصلحتچیشان آموزگار سابقه دار محبت فاضلова باشند. حتی همراه گاه به تئاتر و چرابینی‌های فرهنگی هم میروند. در تربیه نه تنها نسل نورس بلکه ما آموزگاران جوان حصه معلمه به نهایت کلان است. روزگارداری را، جدیت معلمه هم باز در همین دیده می شد. روزگارداری را می آموختند. یعنی پیش از همه می گفتند که شما ساعت کاری معین دارید. شما در خانه فرزند خردسال دارید، ساعت کاریتان را که بود کردید، اول از بالای خود در مکتب نشسته 1 ساعت 2 ساعت کار کنید. یعنی مقصدشان چی بود؟ برای به کتابخانه مکتب می در آمدیم، به درس آینده تیاری می دیدیم، چیزهای نافهمیدگی همون را به دفتری مخصوص نوشته می گرفتیم، از معلمه کمک می پرسیدیم که در همین حالت مبادا که ما به غلط راه ندهیم. پس از آن می گفتند که اکنون خانه روید و خانه را محکم قبید. تربیه فرزند را به ذمه شما است. شوهر به ذمه شما، خانه‌داری به ذمه شما. تا حتی در پختن خوراک ها هم مصلحت های مفید می دادند. این جهت ها، این خصلت های معلمه نهایت زیاد است. امروز هم وقتی که ما برای خبرگیری می آییم، پیش از همه معلمه اول از روزگار ما، از آسایشتگی خاندان ما می پرسند و پس از آن باز هم همان سیرطلبیشان. جوان بودم که مرا معلمه به کار تکلیف کردن. وقتی که من همچون وقتی که دانشگاه رو تمام کردم، اکنون یک چند مدت از بس که سببگاری اساسی فرزند داشتم، بنابراین کار نکردم و معلمه رو دیدم یک روزو، گفتن که بیا در مکتب ما کار کن. گفتن بعد همچون معلمه، بعد من راضی شدم، رفتم در معلم سال 1978 ما اکتبر 78 تا سال 2017 در مکتب همچون آموزگار در زیر همین راهبری معلمه که وای مدیر قسم علمی بودند، همچون وای معلمه وای تشبسکار بودند. همه وقت در سینفوی که درس میدادیم، هم معلمه در متماتیک درس میدادن، من زبان ادبیات درس میدادم. سینفوشون همه وقت سینفوی جدایی هم سینفوی وای بودن، فعال در همه کارهای جمعیتی مکتب و بیرون از مکتبی اشتراک میکردن. آموزند برای چی که در اونجا بگذار دعوت کنن معلمان های پرتجربه، از همون کتاب های آنها یک چند موضوع ها رو گرفته درس گذارانند که وی ها سرفهم روند، وی ها باید از همون معلم ها آموزند. همین کار حاضر هست، چون که ما وقتش با
هر 3 سال 5 سال و یک بار اینستیتوت تکمیل اختصاصی و میرفتیم درس میگذاشتیم. بعد از تمام کردن از ما معلم‌ها امتحان میگرفتن. خدا با شکر امتحان قطار روسا منم 5 بار میسپاریدم. در دایره وسیع تشکیل کنن همین تکمیل اختصاصی. انم معلم‌ها رفته هر سال بگذار خواننده چی نمیشد. هنگام فعالیت چندین مراتبه از طرف محبت فاضل و عاید مناسبت نوی تعلیم درس‌های کشاد در موضوعهای گوناگون و ساعت‌های تربیوی تشکیل گردیدند و به واسطه در این درس‌های از شاگردان و سابقه‌داران ساحه اشتراک نموده از تجربه پیشقدم او آموختند. در ساعت‌های تربیت خود همیشه خوانندگان با یک روحیه بلند، با یک شکوه بلند برآمد می‌کردند و یکی از خصلت‌های درس‌های تربیتی معلمه این بود که معلمه بسیار زیباپرست بودند و همه وقت درس‌های معلمه به قسم فرهنگی تمام نمی‌شد. همه وقت قسم فرهنگی بود که این هم معلمه رو وادار می‌کرد که معلمه بسیار صنعت‌دوست هستند و با صنعتکاران همه وقت همکاری داشته، از آنها مصلحت‌های بسیار هم مفید گرفته خوانندگان را در روحیه بلند تیار می‌نمودند. در هفته‌های متماتیکی باشد، در المپیادهای مکتبی باشد، همین خوانندگان معلمه همیشه در صف پیش بودند. خصوصیت درسی معلمه این خیلی که ویا مقصد با ما کودکان یگان فشارآوری نمی‌کردن آنها، با سخن نرم، با سخن ملایم با ما می‌فهموندن که فرزندم چنین رفتار کنید، چنین رفتار کنید. و کس رسوم رو از فن متماتیک درس می‌دادند. بغیر فن متماتیک این چنین طرز سخنرانی، طرز رفتار کنی، طرز گفتار با کلانسان رو به نهایت خوب آموختند. هرچند که معلمات در درس‌ها جدی رفتار می‌کردند، اون معنی را نداشت که اون نسبت ما مهربان نیست. اون می‌خواست که ما یک چیز از اون آموزیم. از همین لحاظ در چهره او ما جدیگی هم نمی‌دیدیم. هر سحر ما تا صنف 11 خواندن ختم کردن مکتب ما هر سحر با یاردم معلمه یک جویا دست به دست به صنف می‌در آمدیم. با بعد درس یک جویا بود دست به دست از مکتب بیرون می‌شدیم. آموزش تجربه آموزنده و پیشقدم او نشان می‌دهد که معلم تمام عقل و ذکاوت، دانش و تجربه‌اش را بهر معرفتناک نمودن خوانندگان، بلند برداشتن علم و دانش، تربیت معنوی و اخلاقی، پروریدن حس خودآگاهی و وطن‌دوستی نسل نورس روانه می‌نماید. اساسی همه همین فن‌های متماتیک و فیزیک و شیمی این فرموله است. وقتی که فرموله دانید مسئله حل کردنش هم برای هر یک خواننده آسان‌تر می شود. از همه آسان‌تر اگر فرمولای ما گیریم، اگر فرمولای مسافه این در فیزیک داده شدگی، لیکن در صنف 4 و 5 و 6 تا 7 ما همین فرمولای استفاده میبریم. فرمولای مسافه S برابر V ضرب T. S چی؟ و چی معنی دارد، ت چی معنی دارد. اگر طلبه داند که اس مسافه است و سرعت جسمی حرکت کننده، ت وقت سر شده. انا همین خواند و علاقه دانید که فیزیک هم دانست، متماتیک هم دانست. بعد از این فرموله اس برابر و ضرب ت، سرعت ضرب ت، و به چی برابر است؟ سرعت S تقسیم T. وقت به چی برابر است؟ T برابر S تقسیم V. من همین سه فرموله چقدر اگر شما یک تا مسئله کار کرده طلبه به نشان دید و شما هم همین مسئله تحت دیدار این فرموله مسافه و فرموله سرعت و فرموله وقت هر یک طلبه مسئله حل کردن میتواند علاقه. در صحبه اشتراک میکردن، مصلحت‌های مفید میدادن. من میبینید گرچند زبانچی نباشد معلمه زبان و ادبیات رو بسیار نظم میداند، شعر. برای همین فقط در همه معرکه شعر میخواند و
از تاثیراتش نقل میکند و تا به امروز من همچون معلمه کاردون در بین مثلا رفیقان در بین دوستانش نام برآوردم. من ببینید خودی نامش محبت این اولیه این همین کلمه محبت به معلمه سازگار است. هیچ وقت صنف با قش قوق در آمدن در کار نیست. شما اگر قش قوق در آید و علاقه بچه حس میکند که شما با وی ها سخت گپ میزنید و میخیلین. این خیلی با خنده با نوازش با بعد یک شرط نه فقط معلمی زبان ادبیات در درس ادبیات و زبان فرزندا رو تربیه کنند. هم درس فیزیک، هم درس متماتیک، هم درس بیولوژی، هم درس همه درس تربیوی دارد. خصلت های تربیوی دارد. من وقتی که به درس میدرایم مثلا من اینجا بسیارتر من کار فرمودم اونجا بهم کردن از شعر سر میکردم. شعری چه خیلی که باشد نه، شعر درباره دانش. می در آمدم من همون شعر میخوندم میگفتم که دوامش شما خوانید. می در آمدم از صدرالدین بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری ندانه نمانیم. دوامش ویا میگفتن سانه. کار و پیکارش صادقانه و زحمت و مهنتش صافدلانه است. برای فعالیت با ثمر محبت فاضل و چندین مرتبه با افتخارنامه و سپاسنامه ها همچنین با عنوان علاچه معارف جمهوری تاجیکستان قدردانی گردیده است. خلاص همه این مثال و نشاندادها از آن گواهی می دهد که معلمه در جده تعلیم و تربیه تجربه غنی و آموزنده را صاحب بوده، آموزش و پهن نمودن تجربه پیشقدم او ماهیت کلان را دارا می باشد.